سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به چینل من میخواستم امروز کیک کچالوی شیرین، البته به آلمانی زوزکتوفن میگه، ایره گرفتم به زغال کباب کردم. بعد از او یک دانه کچالو را خوب له میکنیم. شما میتونین جوش هم بتین، به این فرایان بمانین، هرچی که برتان آسان تر بود. دیگه این کچالو که خوب له کردیم، 2 دانه تخم مرغ ما بین یک کاسگک میپرتیم و 1 قاشق بوره از این گلاسا، 1 گلاسک بوره مندازیم. بعد از او 2 پاکت ونیلا میپرتیم. تخم مرغ با ونیلا و 1 گلاس بوره خوب مکس میکنیم. بورش البته من کم انداختم، خود کچالو شیرینی داره، از خاطر من زیاد ننداختم. یا که خوب مکس کردیم، بعد از اون میگیریم نصف گلاس شیر اضافه میکنیم و نصف گلاس هم روغن شیر که اضافه کردیم، باز یار خوب مکس میکنیم. دیگه 2 گلاس آرد سفید میپرتیم و 1 گلاس هم آرد سبوزدار میپرتیم که 3 گلاس میشه. یار خوب 1 پاکت هم بیکن پودر یار خوب مکس میکنیم. مکس که کردیم 1 مشت 4 مغز میپرتیم. 4 مغز که انداختیم، باز 1 مشت هم بادام تا جوکوی میکنیم میپرتیم. یار که انداختیم خوب با هم آردا و 4 مغزا و یار خوب مکس میکنیم. مکس که کردیم 2 قاشق از می کچالو که له کرده بودیم، کچالوی شیرین ما بینش اضافه میکنیم. دیگه یار باز خوب مکس میکنیم. مکس که کردیم ما بین قالب خود میپرتیم، به 200 گراد داش روشن میمانیم با مدت 40 دقیقه یا 45 دقیقه کیک ما آماده میشه. شما هم جور کنین، نوش جان کنین. کیک بسیار خوشمزه است دیگه، به خاطر که کچالو خودش خوب شیرین است، خوب مزه‌دار میایه دیگه. شما هم جور کنین، نوش جان کنین. و رویش هم بعضی بادامای ورقی انداختم دیگه. گفتم پرتم، شما هم دلتان. وقت خوش، خداحافظ.